سلام دور رفقا، خیلی خوش اومدید به این ویدیو پارت هفتم گیم پلی و واکتوری بازی رزیدنت ایول 4 ریمیک. در پارت قبلی رفتیم دوتا کله های معما رو به دست آوردیم، یعنی کلیدای معما رو به دست آوردیم و باید بذاریم در این پارت باید بذاریم سر جای همون معماه و معما رو کامل کنیم. و اینکه کانال آپارات رو دنبال کنید و کانال یوتیوب هم سابسکرایب کنید که در اونجا هم ویدیو میذاریم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. رفقایی که در یوتیوب این ویدیو رو میبینن، پارت های قبلی در کانال آپاراتمون هست. خب دوستان، اومدیم با پارت هفتم رزیدنت ایول 4 ریمیک. در پارت قبلی ما سوار قایق شدیم، رفتیم اونور که بهتون الان نشونش دادم. بعد ما برمیگردیم عقب و همینطوری میریم. اینجا هم یه دونه آتیش روشنه. خب یه تیرم هدر دادیم. خب اینجا این در رو با این کلیده که از اون آندرتیکنی کش رفتیم برمیداریم و همچیشی میریم. اینجا یه مأموریت داره، میگه که یه ماهی بزرگه، اونو بکش بهت انقدر مثلا پولی حالا از اون الماسای چیز بده که ما میریم انجامش میدیم. خب اینجا که چیزی گم پاودر داره، این سایه خودمه ترسیدم. خب این کیه؟ اینجا هم یکی از کسایی که گرفته بودن به چوب دادنش. اینجا هم فکر کنم همون صحنه اول بازیه. بله اینم صحنه اول بازیه که چقدر شبیه اشلیه که دقت کنید. بله شبیه اشلیه. اینم میتره کنیم، تیرا رو برمیداریم، یه دونه اسمال کلید که همون کلید کوچکه برمیداریم میچرخیم. دیگه چی داریم؟ یه گیاه سبز گرفتیم که به کارمون میاد. همیشه تو رزیدنت ایولا به دنبال گیاه میاه و هرچی از این دست باشی، به خاطر اینکه یا اول اینا جهش یافته است یا موسی بن جعفر. آسه ای توف تو روی تو. آخ 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 آخ. چی بزنم به خودم؟ وای 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 وای. وای 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 وای. توف تو روی تو، توف تو روی تو، توف تو روی تو، توف تو روی تو. خب باختیم، ولی این باختمون خیلی چیز عجیبی نبود. من اصلا انتظار اینو نداشتم، نه تیرشو داشتم نه بشو یهو دیدم نه جهش یافته بودم. بذار الان اینونتوریمون چیزه. بذار من تفنگا رو اینجا ریلود میزنم.
خب برم. من فکر کنم به اون شاخکاش بزنیم. همیشه سگای رزیدنت ایول از چیز بدترن، از هر چیزی بدترن. خوب پیش رفتیم. حالا از اینجا باید تنها هیلی که داشتم و باید صرف چیز کنم. اشکال نداره. خب تمام شد. ولی هرچی داشتم به چخ رفت، یعنی هرچی هیل و پیل و اینا داشتم یعنی رفت. و یه چیزی که خیلی مهمه اینه که ای خدا، میتونستم نگاه این شکلی نیزه رو بیارم و تب اینطوری بزنم بهشون، ولی دیگه گفتم نزا با تیران بزنمش. خب الان ما باید اینجا که هیچی بزنم اینجا اون ماهی گونده رو که مأموریتشو داده بود به همون بگیرم. ماهیه اینجاه، اینه ماهی، همین که نشونه رفتم روش. تمام مرد تمام. به همین یبر خب این ماهی گنده هم گیر آوردیم. حالا باید بریم اون ور، بعد از اون ور اون جایزه های اون ورم برداریم و ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته، بعد بریم معما رو کامل کنیم که زدن به دیوار. شب گلستان آخ توف. بذاریم اینجا چی داریم. اینجا چی داره برامون. این پایین معلوم بود که دوتا از این داره. یه هرچی گنج از اینا باشه با اون کلید باز میشه. یه دونه از اینا داد. خب این چیه الان؟ اینجا یه دونه یا باید چشات تیز باشه تو رزیدنت ایول. دقیقا همین جایی که نشونه گرفتم میزنی میفته پایین. چیه حالا؟ یه دونه از این چیزای صورتی بنفشا از آخر نفهمیدم
صورتی با منم چه فرق داره؟ فرقش یکی هست، یک خانواده است. خب از همین من میریم که دیگه بذار نقشه رو باز کنیم. خب اینجا یه دونه گنج بود با یک گیاه زرد. خب گنجه رو برمیداریم، گیاه زردن هم برمیداریم اینجا و از این برداریم به نظرم بعد از این برداریم داشت این بله میریم بالا. خب گیاه سبز پایینه، گنجه هم همینجاه. فکر کنم فهمیدم دارم چیکار میکنم. داداش به قرآن گنجه اینجا صدای تیر تیر دیدمش. تمام بوده، بیا بریم. سیکمون رو میزنیم از اینجا. حتما یادتون باشه سیکتون رو همیشه بزنید، چون سیکتون رو نزنید میان سیکتون رو میزنن. کجا دارم میرم بابا؟ دنس بریز رد کردم چجوری میشه ردش؟ اینجا. خب سوارش میشیم و بریم معما رو کامل کنیم و ببینیم در ادامه چه پیش میآید برای لیان اس کندی. به نظرم باید توی معمای کلید کلیسا توش باشه، چون اینجا نه، اینجا که چیز نیست. یه بار دیگه من خود ببینم هیچ نیست. خب این هم معمایی که دوتا دست این شکلیه و یه سر رو باید اینجا جا بزنیم و یه سر رو اینجا. حالا کدوم حالا این کلید. خب این دستی رو من زنگ زد. حالا در مورد این صحبت کردن که کلید کلیسا رو به دست آوردم و دارم میرم بچه رو نجات بدم. بچه منظورشون خود اشلی بود، بچه حسابشون کنن اشلی رو. این پیش داداشمون هم مرچن بریم. اسم این فروشنده توی بازی رزیدنت ایول 4 ریمیک اسمش مرچن دارم درست بگم؟ ما با غلط می‌نویسیم. خب بذار من اینجا یه سیف بزنم. هنوز فصل تموم نشده، این چیزی برای انبار کردن هم نداریم و یه دونه هیل میخرم چون هیچی هیل ندارم و اینکه چیز جدیدی نیاورده برام. همین RPG رو آورده، این که از اول بود TMP و این که چیزه این تیر کمون میخوره که خیلی به کارمون نمیاد.
هم که دستور ساخته ما میریم دیگه کلا. اینجا هم که حالا بعد من خودم میام خاطر که زمان ویدیو گرفته میشه، با خاطر که ما فقط داستان بازی رو پیش ببریم شاید داستان بشه. یه سیکمون از سمت دریاچه و اینا زدیم همیشه. اینجا میبینه چیز بود کلیده رو یوز میکنیم. بدونه از این فانوسا داد. فکر کنم اینجا باس داریم. بله نخیر، چون داره بازی لود میشه. در بسته شد، این درم بسته شد و ما موندیم و لیان کندی. آخ اینو من داشت بد و میاد. میخوام وانترا بزن یو اول فاز. خب یه دوتا شاتگان به سر چونش میزنیم. خب تیر شاتگانمون تموم شد. اینو ریلود کنیم. چقدر تو میاد. توف واقعا توف تو این زندگی. هیچی نداد. وای الان میرسه به چوخمون ده. وای به چوخمون داد. اینا رو کند کردن. یه چوسه که چه عرض کنم، هیچی از جونم نموند. بذار اینو کرفت کنم با این. باید کرفتش کنم با این. بزنم بر بدن. وای ماهی هم نفروختیم به مرشن. وای این ازش یه ریشه یه چیزی میزد بیرون. چی شد؟ باید دمیجش بدم. الان میزنه بیرون. وای و فقط همون ریشه رو بزنم. اون ریشه حکم قلبشو داره. اون ریشه حکم قلبشو. توف تو روه تو بابا. اونجا لیانس کندی رو میبینیم که چه خوشگلی میزنه. و این هم بهتون بگم که این قوله از کجا درست شده. این قوله این سگه که نجاتش دادیم، این سگه رو میدونیم کی بود؟ همون که جلو در اون خونه کت خدایی که رفتیم آندرتیکر نمون من مندز که گیر کرده بود نجاتش دادیم، همون اومده کمک ما. وای سگه داره یه دونه مدال آبی هم هست اون بالا، باید برش دارم. ببینم اینجا چیه. تیر رایفل بده. تیر رایفل فقط میخوام من. بابا نامصب تیر چیزی که دهن سرویس چی تیرایی به من میده. اسکول دهن سرویسه. بذار با شاتگان یکم بزنمش. یا اول فاز
من هیلی ندارم و منو بزنه کلا مردم. چهار تا تیر رایفل دارم و با همون 4 تا کارشو یکسره کنم. یه دونه گیاه سبز اینجا دارم. ماهی هم میتونم یوز کنم ولی مأموریت وای. خب یه لحظه واسه من اسکول برشی نمیام اینجوری اینو بسازم. سگه گازش گرفت الان پرتش میکنه اون بار. اه من باید همون ریشه رو بزنم. نه یا سمتم. وای مجبورم اینو هیل کنم. توف تو روحت، توف توی روح و شرفت. خب بزن. من اصلا نگاه نمی کنم میزنم اینطوری بدون نگاه ببرم. اینو باس رو شکست بدم که شور خوندم. توف توی روحت. اگه منو بزنی زد. هیل ندارم. مردم. واقعا مردم. واقعا نمیفهمم چجوری مردم من. بذار برم پیش مرچن چند تا چیزی بگیرم ازش. یه چند تا چیزی ازش بگیرم. واقعا مردم. واقعا نفهمیدم چجوری مردم. بذار برگرد پیش مرچن. شاید یه پارت طولانی بشه ولی به طولانی شدنش میارزه که ما بتونیم این باس لعنتی رو شکست بدیم. خب چی میتونم بفروشم من؟ اینو میتونم بفروشم، اینم میتونم بفروشم، 3 تا از اینا هم دارم بفروشم. خب واس من اینو کرافت میکنم با این یه دونه میزنم. مرچن بیا اینم بعد اینم ماهی هم بدم که خب 6 تا از این چیزا دارم. میتونم این ماسکر رو بخرم. ماسکر رو میخرم چون پول نیاز دارم. خب بعد این فانوسه که چیزش رو بردیم یه دونه از اینا میدونم. یه دونه از اینا
یه دونه هم از این. خب اینم یه دونه از این میندازم، یه دونه هم از این. خب این یه دونه اینو میندازم، یه دونه هم اینو میندازم. خب من فانوسه رو میفروشم، این دوتا رو میفروشم، اینو میذارم که بعد چی کنم. خب اینو میفروشم، اینم میفروشم، اونو میذارم باشه. دیگه گرنید هم داشتیم، گرنید هم داشتیم ولی استفاده نکردیم. 74 میلیون پول دارم. نمیدونم چی رو ارتقا بدم. شاتگان رو یه ارتقا میدم، اینم یه ارتقا میدم، اینم یه ارتقا میدم، اینم عموشو بیشتر میکنم، تعداد عمویی که توش جا میشه بیشتر باشه. دیگه چیزی من نمیخوام. مثل لحظه خب بذار تیرامونم بسازیم. این خب رایفل زیاد میخوام بسازم. داداش بابا خب بریم. خب بذار ریلودش هم بزنم. ریلود رو حتما بزنم که بریم برای خب اینم بزنم ریلودشو. رد ناین رو تقویت کردم دیگه، با رد ناین میزنم. بذار همین شاتگان میدم تو اول. خب ما با این قرمزه خیلی کارا داریم، یعنی خیلی باسایی برامون میاره این قرمزه. بیا جیزوس کرایستیس، یا جیزوس کرایستیس. هرچی چی داشتم به چخ دادم. خب بریم. دمت هم گرم. داشتم میگفتم این آزمایشی که انجام دادن این به غول تبدیل شده به خاطر آزمایشات لوئیس بود که همون که در زندان دیدیمش و نجاتش دادیم، بعد مندزه اومد ما رو گرفت رفت. نظرم با کورت بهتره بزنمش. اون چیز نمیدونم تا اینجا پارت چند دقیقه شده، ولی اشکالی نداره دیگه. سگم اومد. سگه خوبه، سرشو گرم میکنه، واقعا سرشو گرم میکنه. تا حالا جونی از دست ندادیم، دمیجی نخوردیم.
وای بلند شد دیگه به اون چیزش نمیتونیم بس بزنیم. شبیه گوریل میاد. بشین که میخوام لیان اسکندی ملقب به گاوکش مرد؟ نه جدی مرد الان؟ مرد. نه ما دوتا رو بگیریم. یه همه چیزی داشتیم. بار اول همیشه انتظار نمیره کسی چی کنه. خب مرسی که تا اینجا ویدیومون رو نگاه کردید و اینکه حتما کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب، کانال آپاراتمون رو دنبال کنید و کانالامون رو در تلگرام و روبیکا حتما بهش بپیوندید و در اونجا اخبار آپلود ویدیو و اخبار گیمینگ و اخبار دیگه براتون میذاریم. حتما کانالمون رو دنبال کنید تا پارت 8. خدا یار و نگهدارتون.